بریم برای اجرای بعدی. سرکار خانم آرزو جعفری از جیرفت کرمان، بفرمایید. چرا قطع کردی؟ داشتم کیف میکردم. از این ورا شاسته را گم کردی. نمیگی من دلم برات تنگ میشه؟ همینجور رفتی که رفتی. چی شده؟ با تو هم سرتو بگی بالا ببینم. دعوا کردی؟ آخه من چقدر بهت بگم دعوا نکن بچه. نگاه کن، نگاه پیرانش. سازا چیزیش نشد؟ کفشاتم که داغونه. بده من، بده پیرنتو برات بدوزم. نمیخواد چیه؟ بده من. خیلی خوب، بیا این دمپایا رو بپوش، کفشاتو بده برات درست کنم. تو چرا امروز انقدر لج میکنی؟ خب بده برات درست کنم. خب نده، کلی کار دارم، اصلا وقتش هم ندارم. حالا انگار ما مشتری نداریم، لنگ اینی واسه ما ناز میکنه. اینم هی الان تا شب میخوای بشینی همینجا اخ کنی؟ لا اله الا الله. خب حالا منو نگاه کن، قهر نکن، بخند. نمیخندی؟ بذار یه جوک برات تعریف کنم اگه تونستی نخند. به یکی میگن یه میوه شیرین بگو، میگه خیار. میگن خیار که شیرین نیست. میگه شما یه بار با چای شیرین امتحان کن، نظرت عوض میشه. دیدی خندیدی؟ قربونت برم. فکر نکن دارم دعوت میکنم، برا خودت میگم. دعوا آخر عاقبت نداره. نگران لباست هم نباش، خودم واسط هم پیرن نو میخرم، هم کفشاتو درست میکنم. الانو نگاه نکن، اینجا اینجوری سوت و کوره. یه نم بارون که بزنه همین کوچه سوت و کور پر میشه از کفشای خاکی و گلی. اون وقته که مشتری پشت مشتری. جای امید خیلی خوب بود، پاخور داشت، از اون بالا بالا مشتری داشت تا این پایین پایینا. من مجبور شدم جامو عوض کنم، بیام نزدیک مهری خانم. چی میشه یه بار جواب منو بدی؟ خدایا خودت گره از کار من باز کن. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو هم خوب نقطه ضعف منو یاد گرفتی یا پدر سوخته. میدونی چرا انقدر دوستت دارم؟ چون چشات منو یاد داداش امید میندازه. کفشای امیده، میبینی چقدر داغون شده؟ ببین میدویدا. صبح تا بعد از ظهر سر بساط کفاشی بود، مابقیش تو زمین فوتبال. آخرین بار که از فوتبال اومد پاره‌شون کرده بود. چسب زدم، دوختم، شستم، آماده که ایشالله وقتی اومد پا بزنه دوباره بره تو زمین. یه بار اومد گفت آبجی فردا مسابقه فوتبال دارم، میای ببینی؟ گفتم معلومه که میام. ببین منو وقتی رفتم دیدم یا خدا از این گوش تا اون گوش پر تماشاگر، اصلا صدا به صدا نمیرسید، همه دست، سود، بوق، هیجان شد. من خشکم زده بود، فقط داشتم همینجوری تو زمین دنبال امید میگشتم. یهو دیدم وسط زمین امید این ستاره ریزنقش با شماره 10 توپ رو به اختیار خودش درآورده. اون طرف دروازه‌بان توی چارچوب دروازه ایستاده. حالا شماره 10 میره جلو، نفر اول دریبل میکنه، نفر دوم دریبل میکنه، توی موقعیت خیلی خوب یه قیچی برگردون میزنه، تیرک دروازه. عجب گل نزنی امید. فوتبال دیگه پیش بینی نمیشه کرد. دیگه خیلی چیزا رو نمیشه پیش بینی کرد، مثل زندگی ما. ای کاش به همون فوتبالش چسبیده بود، ولی نمیشد. اون داشت کار میکرد که من بتونم درس بخونم. کی فکرشو میکرد امید بچه درس خون، کاری، مؤدب، سر یه وجب جا اونم برا کاسبی با پسر مهری خانم دعواشه.
یه شب خودشو این پیرزن و ما رو بدبخت کنه. از وقتی افتاد گوشه زندون بساطش رسید به من شدم آواره این کوچه، صبح تا شب آویزون این در و پنجره. من اصلا چرا دارم اینا رو برای تو تعریف میکنم؟ قربونت برم. بلند شو در صورت تو بشور، میوه شستم بیا بخور. مهری خانوم میدونم صدامو داری میشنوی. شما که چند روزه نه از خونه بیرون میای نه در و پنجره رو باز میکنی. واسه‌تون میوه آوردم گذاشتم پشت پنجره، تو رو خدا بردارین. مهری خانوم بر نمیداره. تو این مدت هرچی گذاشتم دست نزده. مهری خانوم تو رو به همین برکت که هر روز میذارم نگاشم نمی کنی. لااقل جواب سلام ما رو بده. اصلا منو آدم حساب نمی کنه. تو چرا امروز اینقدر ساکتی؟ یه سازی بزن بابا با اون ساز قشنگت. دارم میرم ملاقات امید. اخ نکن دیگه، بهت نمیاد. دورت بگردم من. اوه خب نگردم. نه کی گفته؟ از من بشنو. من خودم صبح خونه مهری خانوم بودم، واسم چای آورد نشستم باهاش حرف زدم. به جون خودم. من میدونم یا تو؟ امید خودش هم میدونه اتفاق بوده. خب حق داره، بچهشه، داره نرم میشه. یکم صبر کن. خب حالا بخند جون من، بخند. بذار یه جوک برات تعریف کنم، گوش کن. خیلی بالا امید، گوش کن. یارو داشته صد مچیشو میمالیده به سپر ماشین. یکی رد میشه میگه اوی داداش داری چی کار میکنی؟ میگه هیچی، دارم اوقاتمو سپری میکنم. خودتی. راستشو بگو، اذیتم نکن. یعنی چی؟ کی بهت خبر دادن؟ اوه حالا تا آخر هفته. امید منو نگاه کن. امید با تو هم منو نگاه کن. سرتو بگی بالا. گریه نکن داداشم. دستتو بذار رو دستم. به خدا قول میدم بهت نمیذارم واسه اتفاقی بیفته. امید منو نگاه کن. من خودم درستش میکنم. امید با تو هم. امید ای وای. مهری خانوم تو رو خدا درو وا کن دورت بگردم. مهری خانوم تو رو خدا بذار دو کلمه باهات حرف بزنم. مهری خانوم التماست میکنم، بذار دستتو ببوسم. با تو میبوسم مهری خانوم، تو رو خدا یه بار حرفای منو بدبختو گوش کن. مهری خانوم من که میدونم پشت دری. اصلا یه بار از خودت پرسیدی چرا مادر من دیگه نمیاد پشت این در؟ به امام حسین اینقدر اومد رفت پشت این در پا افتاده. مهری خانوم 1 سال زندگی شده خونه بیمارستان. مهری خانوم حکم امید اومده، آخر هفته میخوان اجراش کنن. تو رو خدا مهری خانوم من نمیفهمم چجوری به مادرم خبر بدم. به خدا اگه مادرم بفهمم مادرم میرم امید. مهری خانوم یه شب بی کس میشم.
الان امید ما رو بکشی بالای در، بچه شما برمیگرده به این خونه؟ بر نمیگرد. تو رو خدا مری خانم، تو رو خدا، به خدا تا آخر عمرم کنیزی تو میکنم. امید تا آخر عمرش نوکری تو میکنه. در رو وا کن مری خانم، دیگه ندارم التماس کنم. امید چه خاکی دوست دارم بریزم. ای خدا، بیا تو، دروازه. مگه نمیخواستی بیای تو؟ بیا تو، ولی یه شرط داره. من کنیز و نوکر نمیخوام دختر. فقط یه شب تا صبح باید مهمون من باشی. ببینم میتونی وضعیت منو تحمل کنی؟ بعد اگه بگی رضایت بده میگم باش. فکر کردی تو این ور پنجره التماس میکردی من اون ور دایره دنبک میزدم؟ با مادرت خیمه زدین پشت در خونه من که برادرت زنده بمونه. پس رفته منو کی برمیگردونه؟ جیگر سوخته منو کی خنک میکنه؟ انقدر پشت این در نگو برادر من کاری بود، درس خون بود. مگه بچه من لکه ننگ این شهر بود؟ اون پسری که برادرت سر یه وجب جا نفسشو برید برا من همه چی بود. میتونست خوشی کنه، با رفیقاش جوونی کنه، ولی کارگری کرد. درس نخون، دست فروشی کرد تا غذا تو گلو من بذاره. حالا ببخشم که برادرت راست تو این شهر بچرخه، قد بکشه، داماد بشه، بچه دار بشه. بچه منم زیر خروار خاک سرد. تو مادر نیستی که بفهمی. خوب نگام کن. من حتی پا ندارم برم سر خاکش. بیا تو یه شب تا صبح بشونی که سینه قبرستون خوابیده. زن نباشم اگه رضایت ندم. بیا تو. بفرمایید نظریه خانم، بفرمایید نظریه. بیا عزیزم، بیا. مادرم نظر کرده. یکیشو خودت بردار، یکی دیگه شم بده به یکی دیگه. مهری خانوم، منم همون مزاحم همیشگی. دوباره اومدم پشت این در. کاش هیچ وقت پامو پشت این در نذاشته بودم. کاش حال و روزتو ندیده بودم. من دیدم برای آوردن یه لیوان آب چقدر زجر میکشی. شب تا صبح نخوابیدن تو، جعبه قرصای رنگ و رنگ تو کنار تخت دیدم. ولی تو رو خدا از من نخوا که من بگم شما رضایت بدی یا نه. من هیچ وقت نمیتونم جای شما باشم.
توانشو ندارم. شما راست میگی، من مادر نیستم، ولی یه خواهرم. از من نخوا که پا پس بکشم. مادرم امروز سفره دعای توسل داشت، نذر کرده که مردم دعا کنن خدا رضایت رو بندازه به دل شما. نذریشو برای شما ما بردم. این نذری رو که بردارین یعنی دلتون رضاست. اگرم رضایت ندادین، دل مادر منم کنار دل شما.